توی تابستون 1985 قرار بود لندن یه هوای آفتابی و تابستونی و خیلی خوب باشه، اما یک تلفن باعث شد تمام این چیزها نابود بشه. توی همون تابستون 1985 حدودای یک شب در ساعت 3:30 بامداد تلفن خونه جرمی بمبر زنگ میخوره. خب اون اوایلش متوجه نمیشد که کی بهش زنگ زده، خودش گیجا خواب میره. بعد یه مدت فهمید که پدرش بهش زنگ زده. خیلی اضطراب داره، نگرانه و ترسیده است، چون پشت تلفن به جرمی گفته بود که خواهرت دیوونه شده، یه تفنگ دستشه که گلولش پره و میخواد که ما رو بکشه، سریع خودتو برسون. بعد از اینکه اون تلفن رو قطع کرد، جرمی سریع زنگ زد به پلیس که گفت آقا هرچی اتفاقی افتاده خودتون رو اونجا برسونی و سریع که این داستان رو خط بدی تمومش کنید. پلیس ها بعد از این 1 ساعت و نیم از تماس جرمی گذشت تازه رسیدن اونجا. زمانی هم که هنوز رسیده بودن جرمی هنوز نرسیده بود. خب اصولا اگر یک کسی همچین داستانی باشه زنگ بزنه پلیس که بگه آقا فلان جا و فلان کس در خطرن، خودش باید سریع‌تر برسه دیگه به اصطلاح. اما خب حالا اون لحظه کم دیرتر از پلیس ها رسید. در هر صورت اونجا که رسیدن از جرمی توضیح خواستن که ببینن که داستان چیه. جرمی گفت که ما یه شب قبل یه شام خانوادگی داشتیم و همه دور هم جمع شده بودیم و اوکی بودیم، ولی خب توی وسط شام که داشتیم میخوردیم یه جرح و بحثی بینمون شکل میگیره، اما خب به حدی نبودی که اصلا کسی بخواد اسلحه بکشه، بخواد تیراندازی بکنه و اینها. اما این نکته وجود داشت، اصلا اون زمانی که اونها اونجا بودن مثلا اگه کسی بخواد اسلحه بکشه و بخواد گروگانگیری کنه به اصطلاح، مثلا یه صحبتی با پلیس میکنه، داد و بیدادی میکنه، یه گلوله شلیک میکنه، اما هیچ صدایی از اون خونه بیرون نمی اومد. این خب پلیسا رو به شک انداخت. حالا که پلیسا حالا فهمیدن که چقدر داستان خطرناک و به چه حدیه، یه کارگروه حالا میشه گفت ضربت یا معادل فارسی خودمون میگیم یگان ویژه تشکیل دادن که اونا برن اون تو و خواهر جرمی رو دستگیر بکنن، که حالا به عنوان میشه گفت گروگانگیر یا قاتل یا هرچی اونو دستگیرش بکنن. اما چون همه در و پیکرهای حالا به اصطلاح خونه در پنجره هاش قفل شده بود، خیلی طول کشید. چقدر طول کشید؟ فقط یه پنجره باز بود که اونم با بلنگو قفل شده بود. از ساعتی که رسیدن تا زمانی که وارد شدن حدود میشه گفت 4 ساعت طول کشید. یعنی میشه گفت 4 که اونجا رسیدن 8 مثلا تونستن وارد خونه بشن. خونه که خیلی حالا به اصطلاح قدیمی طور بود، قدیمی ساخت بود، تمام کف و ایناش چول بود. گروه حالا میشه گفت ویگان ویجه یا همون ضربت هم خیلی آروم راه میرفتن که خدای نکرده صدایی بلند نشه که جون اعضای خانواده به خطر بیفته. اونا اینجا آروم آروم رفتن و رسیدن آشپزخونه. توی آشپزخونه دیدن یه صندلی افتاده روی زمین پر از خون، منجرش خون میریزه روی صندلی. نزدیک که شدن دیدن نویل بمبر پدر جرمی 2 گلوله خورده، مرده و اصلا نمیتونن کاریش بکنن و کلی بدنش کبودی داشت. اینا که الان این صحنه رو دیدن تاج طبقه اول رو گشتن، چیز خاصی پیدا نکردن، نه آدمی اونجا بود نه هیچ. رفتن طبقه دوم خونه. توی طبقه دوم توی 2 اتاق که وجود داشت صحنه‌های به شدت بدی دیدن. توی اتاق سمت راستی جسدهای برادرزاده‌های جرمی و در اتاق سمت چپی که اتاق پدر و مادر بود جسد مادر جرمی پیدا شد و در انتهای اتاق هم خواهر جرمی بود که به عنوان قاتل 2 گلوله زده بود به چونش و خودکشی کرده بود در حالت درازکش و حالا به خاطر عذاب وجدانی که به اصطلاح میشه گفت داشت. پلیسا خونه رو بازرسی کردن و بررسی کردن، اما با اینکه تمام شواهد وجود داشت پلیسا دنبال سرنخ‌های دیگه بودن. چه سرنخ‌هایی؟ سرنخ این که حتما و یا شاید
کسی جز شیلا اعضای خانواده رو کشته و خواسته جوری صحنه سازی کرده باشه که تمام قتل‌ها بیفته گردن شیلا. این نظریه پلیس بود و این نظریه ما رو میبره به ادامه این پرونده و داستان جنایی امروز ما. و قبل از اینکه ادامه داستان رو براتون تعریف کنم، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و هرچی سریعتر این ویدیو رو واسه دوستانتون بفرستید که شاید اونها هم مثل شما از این جور پرونده ها لذت ببرن و خوششون بیاد. قبل از اینکه بخوام به ادامه داستان قتل مثلا ادامهش بدم و براتون تعریف کنم، میخوام یه بک‌گراندی داشته باشیم از این خانواده‌ای که اصلا اینا کی بودن، چه جوری به یک ثروت زیاد رسیدن و اصلا چرا همدیگر رو کشتن، چه اتفاقی بین این خانواده افتاد که باعث نابودی خودشون شد. توی 25 ژوئن 1949 نویل و جون بمبر با هم ازدواج کردن و رفتن یک مزرعه بسیار بزرگ رو خریدن تا به گفته خودشون اونا رویای اینو داشتن که خیلی آدم‌های مرفه و پولداری بشن، جوری که 7 نسل بعد خودشون هم یه ثروتی داشته باشه که بخوره. و برای همین که این رویا رو داشتن رفتن در وسکس انگلستان یه مزرعه خیلی بزرگ خریدن و اونجا نقل مکان کردن. البته تو این راه حالا میشه گفت ثروتمند شدن و پولدار شدن خیلی سختی کشیدن. اونا خب میخواستن وارث داشته باشن دیگه، برای همین خیلی سعی کردن که بچه دار بشن ولی خب هرچی سعی کردن نشد. واسه همین دیگه خسته شده بودن، رفتن به پرورشگاه که 2 بچه بیارن. اونا تونستن توی پرورشگاه جرمی 6 ماهه و شیلای 3 ماهه رو از پرورشگاه بگیرن. اونا خب بعد خیلی مدت گفت خیلی کوتاهی علاقه شدیدی به این بچه ها پیدا کردن، جوری که این بچه ها رو خودشون به دنیا آوردن و از گوشت و تن خودشون بوده. شیلا و جرمی هم انگار افتادن به قول معروف وسط یه تشت عسل، چون همه چیزایی که میخواستن رو داشتن دیگه، تحصیلات خوب، خونه خوب، پول، نمیدونم هر چی که میخواستن رو داشتن. اما این وسط انگار این همه خوشی زد بود زیر دل جرمی. چرا؟ خب اون اصلا یه آدم خیلی گوشه‌گیر و از همون دورانی که تو ورشگاه زندگی می‌کرد با کسی زیاد اخ نمی‌شد و بازیگوش همیشه بود، جز حوصله درس و اینا رو نداشت. خیلی توی مدرسه هم چون مالا میگن که حوصله درس و اینا رو نداشت، بازیگوشی می‌کرد و زیاد به درس توجه نمی‌کرد و اینها. پدر و مادر هم دیدن که آقا اینجوری نمیشه که ما واسه این بچه خرج می‌کنیم، خرج تحصیلش رو میدیم و خب این ما که داریم خرج تحصیلش رو میدیم مثلا این درس نمی‌خونه، اینجوری که نمیشه. چیکار می‌کنه؟ جرمی رو میفرستن به مدارس شبانه روزی. خب اون زمان هم مدرسه شبانه روزی خیلی سخت بود، الان میشه گفت مثل الان اصلا نبود. اونجا رفت و اونجا دید که خیلی آدم ها باید منضبط باشن و خیلی قانونمند باید باشن. اونجا یکم میشه گفت آدم شد تا دانشگاه رفت، مدرکش رو گرفت و برگشت با آغوش خانواده. خب انگاری هم خانواده های علم شو قدیمی انگلیسی یا همین خانواده پنبه مثل خانواده های ایرانی بودن که حتما باید بچه درس بخونه، حتما باید تحصیل بکنه، حتما باید مدرکی بیاره که اینا ذوق بکنن. خب اونها هم از اینکه مدرک گرفته بود خیلی خوشحال شده بودن. واسه همین بهش پیشنهاد میدن که بیا توی ما بهت یه دونه خونه میدیم، بهت مزرعه میدیم، بهت شغل میدیم، بهت پول میدیم، ماشین میدیم، هر چی میخوای رو ما بهت میدیم، واسه خودت به قول معروف آقای خودت باش و پول خودت در بیار. خب اینم قبول میکنه، چون از این ورم اینا میگفتن که جرمی قطعا کسیه که اون عصای ما در پیرینش و ثروت و نمیدونم چیزهای ما در ادامه بعد از مرگ ما، کلا وارث ما بعد از مرگ ما باشه. ولی بعد از تمام این داستانا اونا به یه سری تنش‌ها و مشکلای خیلی جدیدی خوردن. مثل چه مشکلایی؟ بعضی که همین بچه‌ها بزرگ شدن تازه اینا رسیدن به اختلاف‌های مذهبی، چون جون و نوی آدم‌های خیلی مذهبی بودن، مذهبی‌های مسیحی خیلی شدید و متعصبی بودن. ولی بچه‌ها دقیقاً برعکس اینا بودن. چطور که اصلا هیچ اعتقادی نداشتن و یک سری اختلاف‌های دیگه داشتن. جرمی که کلا آدم آرومی شده بود که از زمانی که از اون مدرسه شبانه روزی و دانشگاه آمده بود، ولی تازه شیلا خیلی آدم پرتنشی شده بود. اول اون در سن 17 سالگی خیلی علاقه فشن و مد و بازیگری و اینجور چیزها داشت، ولی خب مادرش چون خیلی آدم مذهبی بود
خیلی مخالفت کرد و اصلا نذاشت. بعد از این یه سری انقلاب‌های دیگه توسط شیلا تو این خانواده مذهبی رخ داد. اون تو سن 17 سالگی اومد و گفت که بارداره، ولی خب مادرش مخالفت کرده بود، میگفت نباید تو باردار باشی. ولی خب از اون طرف که خیلی آدم معتقدی بود نمیتونست بچه رو سقط بکنه، چون در دین مسیحیت با این عمل مخالفت شده و از اون طرف هم نمیخواست که اون ازدواج بکنه. خیلی با خودش کمنجار رفت، اما در نهایت گفت که هر چی میکنی خودت میدونی و به من هیچ ربطی نداره، اما کسی نباید بفهمه که تو بار داری. در نهایت شیلا با تمام مخالفت هایی که خانواده داشتن تو سال 1987 با پدر بچه هایی که ازش باردار بود ازدواج میکنه، اما اونا زیاد رابطهشون طول نمیکشه و ازدواج ناموفقی میشه، چون بعد مدتی شیلا فهمید که اون داره بهش خیانت میکنه و خب این باعث شده بود که اصلا طلاق بگیرن و این طلاق باعث شد که اون یه افسردگی خیلی بدتری نسبت به مادرش بگیره. اون توی آسایشگاه روانی بستری میکنه، خب اونم با همون شوک الکتریکی درمان میشه و بچه هاش هم میفرستن پرورشگاه، نگهشون نمیدارن. تا حدودای سال 1987 تو آسایشگاه بعد که در میاد یه مدتی میگذره دوباره با شوهر سابقش حالا رابطه برقرار میکنه، با هم دیت میرن، هرچی تصمیم میگیرن که بچه هاشونو از پرورشگاه برگردونن. وقتی که اونها بچه هاشونو پیش خودشون برگردوندن، بعد چند روز خانواده شیلا از خودش و بچه هاش و شوهرش دعوت کردن که بیان یه هفته پیش اینا بمونن. بعد این یه هفته هم قرار بود که پدر بچه ها و بچه ها حالا یه سفری به نروژ برن و همه اینها حدود 6 آگوست در میز شام دور هم جمع شدن. اما میز شامی که به آخرین میز شامی تبدیل شد که این خانواده اصلا وجود خارجی دارن. خب حالا دیگه از داستان توضیحات در مورد این خانواده بگذاریم، برگردیم به سر داستان اصلی خودمون. خب به همونجوری که میدونید اونها همه کشته شدن، همه به قتل عام رسیدن و حالا قرار بود که اینها دفن بشن. بعد چند روز که از مردنشون گذشت و کشته شدنشون گذشت، اونها دفن شدن. توی مراسم خب اصولا هر فردی خانوادهش حالا فوت کنن، کشته بشن، ناراحت و اشک میریزه. جرمی هم این کارا رو میکرد، اما تو خلوتش و اطرافیانش میدن که اون یه لبخندی به چهرش داره، از چیزی خوشحال و راضیه و این بود که هم پلیس و در تمام اون اطرافیانش تعجب کردن و هم مشکوک شدن و این باعث شد دوباره پرونده باز بشه. توی مراسم خاکسپاری یه سری شایعاتی دیگه هم بود. میگفتن که شیلا به خاطر این خانواده‌اش رو به قتل رسونده که اونا تو همون میز شام با هم سر این دعوا کردن که پدر و مادرش گفتن که ما نمیتونیم از بچه‌های تو نگهداری بکنیم، باید اونها رو برگردونی پرورشگاه. خب هر مادری ناراحت میشه، حتی شیلا. اون باهاشون دعوا میگیره، قهر میکنه، از سر میز شام میره، یعنی میگه من فکرامو میکنم. بعد از اینکه تمام انگار فکراشو کرده و از اون سابقه روانی و جنونی که داشته و افسردگیش، تنها فکری که به ذهنش زده این بودی که هم بچه ها رو هم همه رو بکشه و بعد از که همه رو کشت عذاب وجدان نداشت که خودش هم زنده بمونه و خودش هم خودکشی کرد. این شایعه و چیزی بود که تو مراسم خاکسپاری گفته میشد. اما خب پلیس هم با این نظریه بر اساس چیزهایی که دیده بود خب موافق بود. نظر مردم و چیزی که توی صحنه جرم وجود داشت هر دو یکی بود و هیچ تفاوت خاصی دیده نمیشد. اما این وسط یک نفری زنگ زد و تمام نظریه‌های پلیس رو برگردوند. اون یه نفر کی بود؟ جولی، دوست دختر یا حالا همسر سابق جرمی. اون زنگ زد به پلیس و گفت که آقا من برعکس مردم و بقیه نظر خیلی متفاوتی دارم. نظرم اینه که جرمی خانواده‌اش رو کشته. حالا چطور اون خانواده‌اش رو کشته؟ قرار بوده که خانواده دنبرها یعنی نویل و جون ارثیه تقسیم کنن و در اول ارثیه این بوده که بین
جرمی و شیلا 50-50 مساوی تقسیم بشه. خب اصلا از این قضیه که جرمی خیلی ناراحت بود، چون اصلا تمام کارهای مزرعه و نمیدونم چیزهایی که اینا داشتن بر عهده جرمی بود و میگفت که حق منه که من پول بیشتری بگیرم. بعد از این هم قرار مادر جرمی یعنی جون گفت که آقا من اصلا تمام ارث رو میخوام بدم به فرزندهای شیلا، نه تو حق داری نه شیلا حق داره که به این ارث برسه. جرمی دیگه خیلی عصبانی شده بود و از طرفی از قبلا با خانوادهش مشکل داشت. چرا؟ چون اونا از زمانی که با همین جولی ازدواج کرده بود کلا با جولی حال نمی‌کردن و مخالف ازدواج اینم بودن. هر دفعه میرفت باش دعوا میگرفتن، توهین میکردن و اینها. و این دوتا کار باعث شده بود که تنفر جرمی نسبت به خانوادهش به 100 برابر برسه. و حتی جولی گفت که من حتی از دهن خودش شنیده بودم که اون رویای کشتن خانواده‌اش رو داره. اینجا یه جرقه‌ای تو ذهن پلیس خورد. گفتن که آقا بیاین دوباره بررسی بکنیم. توی همون هول و هوش نمیدونم بازجویی اینها جرمی یه مظنون دیگه معرفی کرد. اون لوله‌کشی که خودش به عنوان کارگر و به عنوان لوله‌کش اونجا استخدام کرده بود رو به عنوان مظنون اصلی پرونده معرفی کرد و گفت که آقا این احتمالاً کسی که خانواده ما به قتل رسونده. خب بعد یه مدت اونا تونستن لوله‌کش رو پیدا کنن، اما لوله‌کش هم ثابت کرد که اونجا نبوده اون روز، اصلا کلا اون چند وقت اونجا نرفته بوده. از این ور تمام اون شک‌ها و ظن‌ها برگشت به سمت جرمی. از این ورم جرمی از این فرصت استفاده کرده بود و رفته بود فرانسه تعطیلاتی برای خودش شاید خوش بگذرونه و از اون حال و هوایی مثلا ناراحتی به قول معروف در. وقتی هم برگشت سعی دستگیر شد، اما خب اونا شواهدی اصلا نداشتن که بتونن اونو محکوم کنن. تمام شواهدشون بود که آقا نظریهشون فقط یک نظریه داشتن که اون متهمه هر از چیزهایی که شنیده بودن. این دوباره آزاد میشه. از این وقت این آزاد میشه، پسر عموها یا عموزاده های به اصطلاح شیلا میرن به دفتر رئیس پلیس لندن و میگن که اصلا نمیتونسته کار شیلا باشه و شما که میدونید که همه برنامه ها رو جرمی چیده و چرا میگید که کار شیلاه و اون اصلا هیچ ربطی به قضیه نداره. اون رئیس پلیس اصلا قبول نمیکنه، حرف اینا رو بیرون میندازه اینا از دفتر خودش اون روز. ولی که از اون پسر عموها خیلی کله شب بود، واسه همین میره خونه رو به صورت مخفیانه بررسی میکنه. 1-2 ساعت میگذره تا اون تونست بالاخره یه سرنخ خیلی مهم به دست بیاره. این سرنخ چی بود؟ این سرنخ این بود که توی یکی از کمدهای طبقه اول یا دوم یک میشه گفت صدا خفه کنی که واسه تفنگ استفاده میشه توی انتهای کمد افتاده بود. یعنی کسی اون صدا خفه کن رو جدا کرد و اونجا انداخته و قطعا هم نمیتونسته کار شیلا باشه، چون شیلا خودکشی کرده بود. تو گوله زده به چونش، چجوری تونسته وقتی مرده صدا خفه کن رو جدا کنه ببره یه گوشه بندازه؟ تنها کسی هم که میتونست این کار رو کرده باشه طبق نظریه همون هم خود جرمی بود. جرمی هم که خارج از کشور بود، دوباره رفته بود تعطیلات، این مدرک رو برد اونجا. پلیس هم به واسطه این مدرک که الان به دست اومده بود قبول کرد. وقتی برگشت جرمی رو به خاطر قتل خانواده دستگیر میکنن و روند دادگاهش برگزار میشه. توی روند دادگاه قاضی پرونده از همون اول گفت که اصلا هیچ قصدی نداره که کاری کنه جرمی آزاد باشه و هر جوری بشه جرمی فقط و فقط به زندان میره. این از اول پرونده مشخص شده بود. حالا این مسئله جرمی توضیح داد که چجوری خانواده‌اش رو به قتل رسونده. چند روز قبل از این که بخوام خانواده‌ام بکشم یه دوچرخه از مادرم قرض گرفته بودم. توی حالا همون نیمه شب با همون دوچرخه برگشتم از یک راه فرعی، نه از راه اصلی و جاده اصلی، از یک راه فرعی برگشتم به سمت خونه پدر مادرم. دوچرخه رو یه گوشه پارک کردم. دیدم که همه در پنجره ها قفله، ولی همون پنجره طبقه اول که با بلندگو بسته شده بود دیدم اون بازه. رفتم اون تو، اسلحه پل خودم رو پیدا کردم و اول وارد اتاق پدر مادرم شدم و اینجا بود که تونستم مادرم رو با 2 گوله میکشم. اما پدرم با من بلند شد، از خواب بیدار شد و با من درگیر شد.
ما اینقدر با هم درگیر شدیم، من اونو گرفتم بردم توی آشپزخونه و اونو اونجا گذاشتم و همون دلایل کبودی بدن نویل هم مشخص شد. از این ور رفتن طبقه دوم، خواهرم و بچه هاش رو کشتم و جوری صحنه سازی کردم که انگار همه این قتل‌ها کار شیلا بود. این حرفی بود که اون زد، این توضیحی بود که جریمی داد. حتی گفته بودن که اون زنگی که از خونه پدر جریمی به جریمی شده اینا همه فیک بود و اصلا همچین زنگی زده نشده و همه اینا نقشه بود. اما خب می‌بینید که تمام این شواهد علیه جریمی بود. حتی قاضی واسش هم حبس ابد هم 25 سال اضافه تر براش حکم بریده بود. حدود 1 سال میذاره، سال 1000 رو بکنم مداره 91 میشه، چند سال که گذشت. اونجا حدوداً جریمی میاد میگه آقا من اصلا اون زمان اشتباه کردم، این اعتراف زوری بود و من هیچ کاری نکردم. ولی خب قاضی قبول نمیکنه. میگذره حدود سال 96 میشه. سال 96 دوباره درخواست تجدید نظر میده که در همون زمان قرار بوده وکیل ها بیان مدارک رو بگیرن، در حضور قاضی دوباره بررسی بکنن. ولی حالا نمیشه گفت رشتلا یک پلیسی میشه گفت اشتباه کرده یا حالا از قصد این کارو کرده، تمام اون مدارک رو سوزونده بوده. من دیگه مدرکی وجود نداشته از پرونده. دوباره حدود 10 سال فکر کنم میگذره یا 10 سال یا بالای 10 سال تا سال 2015 که میرسیم، حدود 20 سال که بوده حالا از زندانش گذشته بوده، اون دوباره درخواست تجدید نظر میده و میخواسته که آزاد بشه. اما خب بازم موافقت نمیشه و نظریه‌ای که درباره این پرونده وجود داشته این بوده که میگفتن تمام کارها رو جولی که دوست دختر سابقه این بوده کرده و تمام برنامه رو جوری چیده که انداخته گردن جریمی و جریمی هم حالا از روی نادونی یا از روی به اصطلاح گرم بودن و از روی نادونی و حالا نمیشم چه اصطلاحی براتون به کار ببرم، هر چیز بوده باعث شده که جریمی به اشتباه به زندان بیفته. و الان هم که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم، این پرونده یکی از پربحث‌ترین پرونده هایی که تو انگلستان رخ داده. من خودم دقیقا نمیدونم که واقعا کار جریمی هست یا نه، ولی دوست دارم که نظرتون رو در زیر این ویدیو کامنت کنید تا بتونیم یه بحثی با هم داشته باشیم که بتونیم به یه نظر مشترک برسیم. ولی قبل از اینها میخوام که لایک کنید، سابسکرایبتون نره و اگه اینجور پرونده ها رو دوست دارید، این دوتا پرونده که من در کنار خودم میبینید رو حتما بعد از اینکه سابسکرایب کردید و لایک کردید و نظر خودتون رو در این پرونده گذاشتید ببینید. روز خوبی داشته باشید.